سلام علیکم، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه. خب بچه‌ها، دانشگاه ها باز شد و من امروز میخوام بهتون یه میکاپ خیلی خوشگل و روزمرگی یاد بدم که توی استفاده کنید و کیف کنید. اول پوستتو با یه آبرسان که به پوستت میسازه آبرسانی کن. الان من از آبرسان استیولیز استفاده میکنم. به صورتم میزنم و ماساژ میدم. بعد میام از این ضد آفتاب استفاده میکنیم، ضد آفتاب بیرنگ. از این ضد آفتاب بیرنگ استفاده میکنم بچه‌ها. من معمولا آبرسانامو و ضد آفتابامو از این محصولات کره‌ای استفاده میکنم. الان اگر که دیدید که من حالا آبرسانمو استیولیز زدم، به خاطر اینکه آبرسان روزمرگی خودمو یادم رفته بود که بیارم سالن که از همون استفاده بکنم، وگرنه من آبرسان خودم و ضد آفتاب خودم از این محصولات کره‌ای میگیرم. واقعا محصولات کره‌ای واسه محصولات پوستیش بی‌نظیره، یعنی بازار رو گرفتن دستشون، معرکه است. بعد میام از بیبی کرم اکتیپور استفاده میکنم، نوروا. اصلا من خودم برای خودم از کرم پودر استفاده نمیکنم، اصلا لزومی نداره. پوست باید خیلی رفرش شده خودشو نشون بده. بعدم تازه با خود دستام کرممو پخش میکنم روی صورتم. من هیچ کانسیلری هم هیچ وقت زیر چشمم نمیزنم، چون هر چیزی رو که پوستمو خسته بکنه اصلا دوستش ندارم. بعد میام از رژگونه های استیکی فرانسیس استفاده میکنم. خیلی رژگونه های خوبیه. رنگ صورتی شماره 6 و روی گونه ها میزنم. موهام میمد جلو، اذیتم میکرد. یه کوچولو زیر چونم، یه کوچولو نوک بینی و با یه براش فیدش کن به سمت بالا. بعد از همین رژگونمون پشت پلکم میزنم، دونه دونه میزنم چون سریع خشک میشه. با انگشتم پخشش میکنم. وقتی که میخوام سایمو بزنم اصلا بالاتر از کریس چشمم نمیرم، فیدم رو به سمت بغلا میبرم و همینطور بالای کریس فیدم رو میبرم. فقط همینطور با انگشتم فید میکنم. یه سایه برمیدارم که توش یه رنگ قهوه‌ای داشته باشه، با یه قلمی که سرش پخته و اینطوری سرش پخته، به اصطلاح زبون گربه‌ایه و خیلی کوچولوئه. انگشتمو میگیرم میکشم، پلکمو میکشم و یه خط چشم با سایه برای خودم میندازم. به سایم فرم میدم که چشممو کشیده اینطوری نشون بده. یه ذرم بالاشو پر میکنم تا اینجاها. اینورم همینطور. اینو صاف و صوفش بکنی. برای اینکه تا آخر تایم کلاسات و حالا شب از صبح تا شب این سایه‌ای که الان زدی پشت پلکت تکون نخوره، با دست و اینا پخش نشه، بیای از یه دونه مداد استفاده کن. یه مداد قهوه‌ای، یه مداد مشکی. روی همین کاری که انجام دادی ها، آروم با مداد چرب روش برو. بعد دوباره با همون قلمت روش یه چند تا ضربه بزن که فید بشه. حالا از یه ریمل قهوه‌ای استفاده کن. ریملای قهوه‌ای دخترا اصلا برندای گرون و اینا نداره. این الان مال شرکت یورنه در اصل. یه ریمل خوشگل به مژه‌هات بزن، ولی اگرم که مژه‌هات کاشته، فقط همون مرحله‌ای که من با سایه خط چشم کشیدم همون مرحله رو اجرایی کن و دیگه از مداد چرب استفاده نکن، چون چربی باعث ریزش مژه‌هات میشه. و اگرم که مژه‌های خودته که ریمل استفاده کن. من همیشه ریمل قهوه‌ای واسه مژه‌های خودم استفاده میکنم. خیلی مشکی بشه مژه‌هام دوست ندارم. دوست دارم ملیح باشه چشمام. حالا از ژل ابروی نیکس یا هر ژل ابرویی که خودتون دوست دارید استفاده بکنید و ابروهاتون رو حالت بدید. دوباره از همون رژگونت استفاده کن و این بار رو لبت بزن.
با انگشتت فیدش کن. و در نهایت از لیپ گلاس گلدن روز استفاده کن، از فلفلیش استفاده کن که هم یه کوچولو لباتو حجم میده و همین که یه برق خوشگلی داره. ولی قشنگ میسوزوندت دیگه. خب دخترها اینم از انتهای میکاپمون. من مقنعه‌ام سر کردم که شما کامل با مقنعه ببینید چقدر خوشگله، فرم چشم و اینا. بعد همه یه رنگام با هم دیگه همخونی داره، یعنی من یه دونه رژگونه مایه رو هم روی چشمم هم روی گونه و بینی و چونه و اینا زدم، اصلا نیازی نبود نه کانتور استفاده کردم نه کرم پودر خاصی استفاده کردم. بیبی کرم استفاده کردم که از صبح تا شب که این کرم قرار روی صورت من بمونه پوست من بتونه نفس بکشه. خیلی دوستتون دارم، امیدوارم که از این میکاپم خیلی استفاده کرده باشین. حتما پیج من رو سابسکرایب بکنید که توش کلی میکاپ و نکته میام هر بار بهتون آموزش میدم. زنگوله پیجم رو روشن بکنید، لایک و کامنتاتون هم خیلی بهم انرژی میده. دوستتون دارم، خدا نگهدار.